برای من رژیم گرفتن اصلا کار سختی نیست، چون میتونم یه غذا رو به خوشمزه ترین حالت ممکن اما رژیمی درستش کنم. این پلو انقدر خوشمزه است، با اینکه من عاشق برنجم واقعا طرفدارش شدم. برای درست کردن این مرغ بهتر از سبزیجات استفاده کنید. من از پیاز، سیب زمینی و فلفل دلمه‌ای استفاده کردم. میتونید بادمجون، کدوسبز یا هر سبزیجاتی که فکر میکنید طعمش رو دوست دارید توی این غذا استفاده کنید. سبزیجاتتون رو خورد کنید و کف ظرفتون بچینید. من از رون مرغ استفاده کردم. با سینه مرغم میتونید این غذا رو درست کنید. حالا پیاز رنده شده، پوره سیر، روغن زیتون، فلفل سیاه، پودر پیاز، نمک و تخم گیشنیز. سعی کنید ادویه هاتون رو همون لحظه آسیاب کنید. من همیشه از یه هاون دستی کوچیک استفاده میکنم. حالا این موادم رو به مرغم زدم. اجازه بدید رون مرغ با این مواد 1 ساعت تم بگیره. بعد از اون میره سر شعله گاز تا با حرارت خیلی ملایم پخته بشه. برای درست کردن پلو بلغور جو رو بذارید تا با آب پخته بشه. برای 2 نفر نصف پیمونه بلغور جو کافیه، چون بعد از پخته شدن حجمش زیاد میشه. بعد از اون یه دونه پیاز کوچیک رو تفت دادم. بهش ربع گوجه اضافه کردم و اجازه دادم ربع گوجه رنگش باز بشه. بهش آب اضافه کردم تا رب و پیازم به حالت سس در بیاد. بلغور جوی آبکش شده رو به این سس اضافه کردم. مواد رو به خوبی با هم زدم. حالا هم میتونید بلافاصله بعدش استفاده کنید، هم اجازه بدید بلغور جو توی این مواد 5 دقیقه با شعله خیلی کم پخته بشه. برای سرو غذا هم از یک کاسه استفاده کردم. پلوی رژیمی رو داخلش ریختم، فشرده کردم و بعد از اون به راحتی از کاسه برمیگرده. بعد از 1 ساعت مرغم کامل پخته شده. برای اینکه روی مرغم رنگ بگیره 5 دقیقه شعله بالای فر رو روشن کردم.